سلام و وقت بخیر خدمت همه دوستان پایتونی. جواد تقوی هستم با جلسه دوم از برنامه نویسی پایتون به صورت رایگان و بیس هوش مصنوعی. مرسی از اینکه جلسات قبل ما رو دنبال کردید و لایک و سابسکرایب و همچنین کامنت یادتون نره، حتما لایک بکنید، کامنت بذارید و سابسکرایب کنید و همچنین اگر سوالی دارید خوشحال میشم که بتونم پاسخگو باشم داخل کامنت ها و منتظر وبینار جدیدمونم انشالله باشید. اما وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ درس جدیدمون. درس جدید ما امروز این هست که بلاک بندی در پایتون چیه، وریبل چیه یا همون متغیرها و دیتا تایپ ها را تا حدی بهتون معرفی کنم. خب ابتدا این که بریم سراغ بلاک بندی توی پایتون. اول اینه که توی زبانهای مختلف ما بلاک بندی ها رو به صورتهای مختلفی انجام میدیم. مثلا توی زبان C یا C++ بلاک بندی ها به صورت یک آکولاد باز و بسته قرار میگیره و شما اگر بخواید داخل زبان پایتون از این بلاک بندی استفاده کنید با یک ارور روبرو خواهید شد. اما بلاک بندی پایتونی به چه شکل هست؟ بلاک بندی پایتونی به این شکله که ما یک سری از مطالب رو می نویسیم. فرض کنید الان من اگر این خطم باشه، این خط اصلی نوشتارم باشه توی زبان برنامه نویسی، زمانی که میخوام حالا یک متنی رو بنویسم توی پایتون یا یک دستور خط کدی بنویسم، مثلا اگر بخوایم ایف بنویسیم میایم چه کار میکنیم؟ ایف رو این قسمت مینویسیم و در ادامهش اگر بخوایم که دستور اون ایف رو بنویسیم یک تب میریم داخل. هر کدوم از اینها یک تب هستند. پس ما اگر بخوایم داخل پایتون کاری انجام بدیم، این یک تب قبل تر از این هست، یعنی دقیقا این نقطه صفر هست اینجا. شما فرض کنید این نقطه صفر هست و اگر بیایم برسیم به اینجا، یعنی من فاصله بدم برسیم اینجا، این فاصله یک تب هست و اگر باز اینجا یه دستور بنویسیم یک تب باید بریم داخل تر. اینو بهش میگن بلاک بندی در پایتون. یعنی اگر ما بخوایم باز ادامه بدیم اینو یک تب میریم داخل تر و در ادامه هم موقعی که بخوایم حالا اون بلاکمون رو ببندیم برمیگردیم به سمت داخل و همینجور به صورت پله‌ای به سمت داخل حرکت میکنیم که این حالت یه حالت حالا مثلثی طور رو برای ما تشکیل میده دیگه. من اگر اینو اینجوری کنم دقیقاً یک همچین حالتی رو خواهم داشت. ببخشید من اگر یک خط رو دوباره بکشم به این حالت انجام میشه. و اما بریم روی کد این کار رو انجام بدیم. شما فرض کنید من میخوام یک دستور خط ایف بنویسم. مثلا مینویسم ایف اگر x بزرگتر از y بود برام مثلا پرینت کن اوکی. و شما میبینید که من اینجا یک تب رو فاصله گذاشتم. پس این تب همین تبیه که اینجا تو رفتگی داره. این از بخش بلاک بندی در پایتون. پس ما اینو میتونیم به عنوان بلاک داشته باشیم. خب این پس از بلاک بندی. اما بریم سراغ شناخت وریبل ها. وریبل ها چی هستن؟ یک متغیری است که ما توی پایتون در نظر میگیریم که بتونیم از اونها یک استفاده هایی بکنیم، مثل عملیات های ریاضی یا عملیات های منطقی یا عملیات هایی به این نحو، که این متغیرها یک فضایی رو در حافظه به ما اختصاص میده که ما بتونیم یک مقدار رو داخل اونها بریزیم.
اون مقداری رو که ما داخل وریبل میریزیم بهش میگن دیتا تایپ و اون مقداری رو که ما داریم از اون به بعد بهش میگن یک متغیر. متغیرها رو میتونید با کلمات کلیدی مثل x یا مثلا y، من یه اند بذارم، یا y و غیره تعریف کنید. خب میتونید هم از x بزرگ و کوچک یا y بزرگ و کوچک یا کلمات انگلیسی مختلف بزرگ و کوچک استفاده کنید. من اینجا مثلا یک متغیر بخوام تعریف کنم میگم x مساوی با 2. این x مساوی با 2 در اصل یک متغیر هست که دیتا تایپمون، نوع متغیر اون اینتیجر هست. پس من اینجا یک کامنت میذارم میگم int data type. و اگر من بخوام الان این تایپ دیتام رو به دست بیارم چه کار میکنم؟ میام اینجا و یک دستوری به نام print، یک متدی داریم به نام تایپ و توی اون تایپ x رو قرار میدم. و الان اینجا اگر ران کنم بهم میگه چی؟ بهم میگه که تایپ دیتای شما یا همون دیتا تایپی که ما داریم، نوع متغیرمون کلاس اینته، یعنی اینتیجر هست. و حالا اینو البته من ران نکردم. چرا؟ چون که ما کاری با این نداریم، فعلا درسمون نیست، فقط میخواستیم که بلاک بندی رو برای شما توضیح بدیم و گفتیم این میشه یک تب تو رفتگی. درسته؟ این از اینجا. پس ما بلاک بندی رو گفتیم، اینجا هم وریبل رو توضیح دادیم، وریبل و همچنین علاوه بر وریبل ها ما چی رو توضیح دادیم؟ نوع متغیر هامون که انشالله در جلسات بعد من راجع به نوع متغیرها که چه مدل های از متغیرها داریم و چه کارهایی رو میتونیم روش انجام بدیم بیشتر توضیح میدم. پس میگیم دیتا تایپ رو هم داشتیم و همچنین استفاده از این متد تایپ برای به دست آوردن دیتا تایپمون. و یک نکته دیگر که ما توی پایتون باید سر و کار داریم این که کامنت بذاریم. من الان اگر کدهایی رو که نوشتم و ببینید، توجه کنید، میبینید که من یه سری کامنت ها رو اینجا گذاشتم. پس ما یک نکته داریم به نام کامنت گذاری، کامنت بیلدینگ. پس ما میتونیم کامنت گذاری رو هم داشته باشیم. کامنت گذاری ها در پایتون به دو صورت هست. یا کامنت های تک خطی داریم که با استفاده از علامت هشتگ هست که ما میذاریم اسم مثلا کامنت رو، که اینا رو بهشون میگن کامنت های تک خطی برای زمانی که میخوایم یک خط رو توضیح بدیم. یک سری از کامنت ها وجود دارن که به قولن چند خطی هستن یا یک پاراگراف رو تشکیل میدن برای ما، که اونها رو میتونیم بین یک 3 تا کوتیشن بالا و 3 تا کوتیشن پایین این بین بنویسیم، یا میتونیم به این صورت قرارشون بدیم که به قولن 3 تا دبل کوتیشن بالا مثلا بنویسیم کامنت و 3 تا دبل کوتیشن دیگه بذاریم. پس به این صورت هم میشه کامنت گذاشت، فرقی نداره. من اگر اینا رو بیارم توی یک خط قرار بدم بهتره که شما راحت تر بتونید باشه ارتباط. این رو بهش میگن کامنت های تک خطی، اینا رو بهشون میگن کامنت هایی که برای یه پاراگراف استفاده میشن. کامنت ها دستور خط کد هایی هستن که برای توضیح کد استفاده میشن و به هیچ وجه ران نمیشن. الان اگر توجه کنید من اینو که ران میکنم ران نمیشه. اینی که میبینید نشون میده چون اینها پاراگراف هستن، چون ما داریم توی آیدی به نام کلاب کار میکنیم، این به صورت حالا پیشفرض براش تعریف شده که نشون میده، اما اینها به هیچ وجه ران نمیشن. یعنی اگر من اینجا یک دستور خط کدی بیارم به نام پرینت، مثلا یک کوتیشن باز کنم، میبینیم که این ران داره میشه. یعنی میبینید که مثلا اگر بذارم 222 اینو داره ران میکنه و این فقط یک صرفا یک کامنت هست براش. پس کامنت ها به هیچ وجه اجرا نمیشن و توضیحاتی برای کد هستن. امیدوارم که حال خوبی داشته باشید، سرزنده و پیروز باشید.
انشالله توی جلسات بعد بیشتر راجع به وریبل ها و دیتا تایپ ها کارهای مختلفی رو انجام میدیم و همچنین آشنایی بیشتری رو با کامنت ها خواهیم داشت.